خواننده ایرانی که با هر آهنگ جدیدش آمار تصادفات تا 80% زیاد میشه. هر کدوم از آهنگاش اندازه یه قرن غم داره و تو هر ماشینی پلی بشه احتمال چپ کردنش خیلی زیاده. ایشون کسی نیست جز محسن لرستانی یا محسن پورمست، متولد سال 63 تو جعفرآباد کرمانشاه که با آهنگ بچه ننه و بچه قرتی حسابی معروف شد. محسن جون خودش از سینه سوخته‌های روزگاره، تو فقر مطلق بزرگ شده و 5 سالم زندان بوده. یه زمانی تو عروسی‌ها و مراسم‌ها میخونده و اونقدر سرش پول میریختن که شبیه 60-70 میلیون شاباش جمع می‌کرده. به خاطر همین آهنگای شکست عشقی و سوز صداش هم کلی طرفدار سینه سوخته داره. جالب همین چند وقت پیش تو دبی یه کنسرت داشت که قیمت بلیتش حتی از کنسرت جنیفر لوپز هم گرونتر بوده، از زیر یه ساعت هم سولد اوت شده. ویوی پستای محسن به قدری بالاست که یوتیوب از آمریکا براش لوح نقره‌ای فرستاده و حتی اسنوپ داگ رپر آمریکایی هم با آهنگش کلیپ ساخته و گذاشته تو پیج اینستاگرامش. به افتخارش لایک و بزن، این پستم بفرست واسه اون رفیق سینه سوخته‌ات که طرفدار و عاشق آهنگای